آقا یه مورد تعویض بوش پیستون داشتیم 405. اینا رو جا زدیم و ترکمتش هم کشیدیم. حالا یه مورد بود گفتم خدمت دوستان بگم، شاید یک روزی به درد بخوره. بوش پیستونی که جا میزنید سر پیچای شاتون حتما این شیلنگا رو بندازید، چون موتور کجه پیچای شاتون برخورد میکنه با میلنگ و میلنگتون رو زخمی میکنه. بهتره که از این شیلنگا استفاده بشه، تو راستای خودش قشنگ میاد پایین. حالا اویل پمپش هم که نو گرفتیم یه تست بگیریم و کارترینا شسته شده بود ایشالا ببندیم. سرسیلندش هم اینجاست، سرسیلندش هم شد تعمیر اول، کلا تعمیر اساسی شد و ایشالا ببندیم. روز بخیر، خدا نگهدار.